خواهش من اینه امشب یک لحظه با خودمون فکر کنیم، ببینیم چقدر وارث تفکر دیگرانیم، ببینیم چقدر مقلد بودیم، فقط تقلید کردیم، ببینیم چقدر ادعا کردیم اما عمل نکردیم، ببینیم چقدر راهی رو رفتیم که نمیدونستیم اصلا این راه ما هست یا نه. عزیزان من، دین چیزی است که باید انتخابش کرد، بهش فکر کرد، بهش احساس نیاز داشت، عاشقش بود. و وقتی عاشقش هستیم با هیچ چیز عوضش نمیکنیم. و وقتی عاشقش هستیم و وقتی بهش احساس نیاز میکنیم و وقتی بهش معتقدیم با تمام وجود، هیچ چیز نمیتواند باعث شود که ما به او عمل نکنیم. خواهش من اینه اسمی رو بر خودتون نذارید در حالی که نمیتونید بهش عمل کنید. و خواهش من اینه که اگر میخواهید اسمی رو خودتون بگذارید، به هر نامی، به هر شکلی، به هر حالتی، اول ظرفیت خودتون رو بسنجید. اول ببینید واقعا توان رفتن در این راه رو دارید یا نه. برعکس نباشید. روزگاری آدما وقتی میگفتن من فلان دین هستم، هرچی اسمش هرچی، عمل فرد دقیقاً به اندازه اسمی بود که رو خودش گذاشته بود. امروز فقط موقع فوت و تولد و یه چیزای خیلی خیلی معمولی خاصی، مراسم خاصی که شما متوجه میشید یه نفر چه دینی داره. وقتی میمیره تازه میگه اوه این مسلمون بود. چجوری مسلمونی بود؟ این که همش سرش تو قمارخونه بود، این که شب با ویسکی میخوابید، این که حجاب نداشت. چطور میشه مسلمان بود ولی این کارا رو کرد؟ چطور میشه مسیحی بود اما قمارباز بود، آدم کشت؟ چطور میشه؟ اگر نیستید خیلی راحت شجاعت داشته باشید بگید نیستم، و اگر هستید پایبند باشید، عاشقش باشید، با تمام وجود انتخابش کنید، با تمام وجود پیگیرش باشید و با تمام وجود اعتقاد داشته باشید که این راه رسیدن به سعادت شماست. یک بام و دو هوا هیچ وقت نشده، برای دیگران گذشتگان نشده، برای شما هم نخواهد شد، برای آیندگان هم نخواهد شد. کمتر بازی کنید. حداقل احترام اسمی رو که رو خودمون میگذاریم لطف کنید داشته باشید. نمی شود که ادعایی بکنیم برای روز خاصی، برای وقتی که گرفتار شدیم. هرگز. امیدوارم که همین حرفا باعث بشه یک لحظه بیشتر فکر کنیم، با مسئولیت بیشتری نام از چیزی ببریم، دقت کنیم ببینیم تو زندگی چه ادعاهایی کردیم، بازنگری کنیم، خودخواهی نکنیم. دین یعنی از خود گذشتن. دین یعنی پا روی نفس و خواسته های خودمون گذاشتن برای چیزی برتر از ما. اگر دین خودتون رو ابداع کردید دارید، نترسید، راحت بگید که من به هیچ کدوم از اینا اعتقاد ندارم، این دین منه. والله که شرف شما خیلی بیشتر از کسی است که نامی بر خودش میگذارد و عمل نمی کند. من نمیخوام وارد جزئیات بشم، درستم نمیدونم. همه کسانی که اینطور زندگی میکنن الان متوجه میشن منظور من چیه.